رجب علی ایبرانی شعری پدر بیا پدر جونی پدر شعری پدر پاپشان کم در پاپشی زمستونه نخرید پروردگار از تو التجا میکنم مرا در نزد فرزند و زنم سرخم مکن. میخرم همه روز میخرم بچه جون فقط نه کاملی باشم بعد درس رو بخون سری وقت مکتب رو بجشم اما خب بچه جون خدای خداوند در پیش زن و فرزندم سرخم نکن با پیش زنک بدلی ناپر ناامید میداریم نه سلام زنک بیاد مادر جان. مادر جان چی من настроението نیسته؟ ای زنک باور کن مونده شدم ای داری کارخونه میرم قبول نمیکنن او داری کارخونه میرم قبول نمیکنن ای سهر تا حاضر گشتم که جایی که میرم میگن که تجربه کاری داری آخی ما ای وقتی که ختم دانشگاه کردیم یگان جا ما را به کار قبول نکردن با همین دیپلم میگن که تجربه کاری ما را قبول که نکردن ای کجا تجربه کاری میشه زنم مادر جان زیاد نشین همش خوب میشه. من کمتر کار دارم از میام. کجا زنم چی کار داری مادر جان میرم التماس زارا و تواضع میکنم که شما را به کار قبول کنم. زنک جان هرگز این کارا نکن هرگز در حیات هیچ مال یگان کس خواهش نکن زارا نکن التماس نکن تولد نکن کسی در این حیات در این دنیا یک ذره اگر کمکت کنه یک عمر مینت میکنه یک عمر تانت میکنه یک عمر سر خم میکنه برای یک کمکی خوردکه که کردگیش و همین خاطر هیچ مال زوریم تولد نکن زنک مادر جان میدانی چی؟ هر چیزی که بخواهی دیر یا زود میدهد. صاحبی همه دنیا است. لیکن مهربان و غمخوار است. هیچ محل منت نمیکنه. ما ای بنده هاش التماس زارا و تواضع نمیکنم. تنها ای خدا جان التماس زارا و تواضع میکنم.